بالاخره دلار دولتی رو گرفتم. امروز 7 بهمن با کارت ملی اگر دلار بگیرید میانگین 19 تومن با کسر مالیات و محاسبه 6 ماه نگهداری 100 دلاریتون براتون سودسازی داره. اما باید 365 روز از آخرین روز دریافت دلار دولتیتون گذشته باشه. اول از همه مراجعه میکنید به بانک ملی و یه حساب باز میکنید. سپس به تحویلدار میگید که وام رو روی شمارتون فعال کنه. بعد از طریق این پست هم حساب ارزیتون رو باز میکنید. حالا میرسیم به قسمت سخت ماجرا. باید از سایت نوبت‌دهی صرافی‌ها ترجیحاً صرافی بانکی نوبت بگیرید برای مراجعه حضوری. من تمام سایتایی که نیاز دارید برید واسه نوبت‌دهی و به خاطر راحتی شما در چنل تلگرامی حامد اینوست قرار دادم. رأس ساعت 9:50 الی 10 صبح نوبت‌دهی آغاز میشه. بعد از دریافت نوبت هم در روزی که بهتون نوبت داده میشه با کارت ملی و کارت بانکی وارد صرافی میشید و حواله دلارتون رو دریافت میکنید. بعد از گذشت 6 روز به بانک ملی مراجعه و اسکناساتون رو دریافت میکنید.